هیچ چیزی غیر ممکن نیست. اگه هم باشه یه سری تو دنیا ممکنش میکنن. این سوئیسی‌ها دارن بازی هورنسن رو انجام میدن. یه ورزش عجیب که یه جورایی ترکیبی از بیسبال، گلف و تیراندازیه. بازیکن با یه چوب مخصوص به یه دیسک فلزی کوچیک به اسم نوس ضربه میزنه که تا اونور زمین بره. اون طرف زمینم تیم مقابل با یه صفحه های بزرگ تو هوا وایستاده که جلوی پرتاب اون دیسک رو بگیره. فکر کن یه دیسک فلزی کوچیک با سرعت 100 کیلومتر میاد سمت تو باید با یه تخته کوچیک بگیریش. این بازی یا ورزش بیشتر تو روستاهای سوئیس برگزار میشه. یه رقابت سنتی که هنوزم هر سال با کلی شور و هیجان اجرا میشه. برای مردمش این فقط یه بازی نیست، یه جور نمایش از دقت، تمرکز و قدرت تیمیه. ولی راستش گلفش هم سخته. حالا فکر کن با یه چوب 2 متری تلاش میکنی همون کار گلف انجام بدی.